گنرال پالکوونیک رستم نظرزاده رئیس کمیته اولتوی فوق‌العاده و مدافع گرجدانی تاجیکستان روز 9 فوریه در نشست خبری این کمیته سال گذشته را یکی از مشکل‌ترین و پرقربانی‌ترین سالها از لحاظ شماره حادثه‌های فوق‌العاده و مرگ و میر ساکنان در آفت‌های طبیعی و حالت‌های فوق‌العاده از جمله در کل دریاها نامید. بنا به آمار رسمی کمیته در سال 2021 در قلمرو تاجیکستان 359 حادثه فوق‌العاده طبیعی روی داده است که این نظر به 213 چنین حادثه در سال 2020 64% بیشتر است. اما آمار تکان دهنده تر شماره قربانی هاست که سال 2021 بر اثر آفت‌های طبیعی در تاجیکستان 42 نفر هلاک شدند. این نظر به 8 قربانی آفت‌های طبیعی در یک سال قبل بیش از 5 مرتبه بیشتر بوده است. رستم نظرزاده در نشست خبری همچنین از آن اظهار نگرانی کرد که با وجود راه اندازی ریدها، دیدار و ملاقات‌ها با اهالی و کارهای تبلیغاتی از جانب کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده، همان در آب‌های کشور آدمان زیاد جان خود را از دست می‌دهند. در سال 2021 در کل دریاهای تاجیکستان 155 نفر جان باختند که این نیز نظر به 107 نفر در سال 2020 غرق شده 48 نفر یا نزدیک 45% بیشتر می باشد. از آنهایی که سال 2021 در کل دریاها جان باختند، سن 33 نفر از 35 بالا و 47 نفر از 17 تا 35 ساله بوده، 75 نفر دیگر نابالغان بودند. از جمله سال گذشته 15 کودک تا سن 4، 21 کودک سنشان از 5 تا 10 و 39 نفر از 11 تا 16 ساله در کل دریاها اساساً هنگام آبازی یا عبور یگان جویبار و کانال یا دریا به هلاکت رسیدند. رستم نظرزاده گفت شماره قربانیان حادثه‌های فوق‌العاده می توانست از این هم بیشتر شود، ولی به نجات دهندگان کمیته میسر شده است که در طول سال گذشته 188 نفر از هر گونه خطرها از جمله 44 نفر را از غرق شوی نجات دهند. رهبر کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت نجات بخشان در یک سال 192 عملیات جستجویی و نجات را در آب‌های کشور انجام داده، در برطرف نمودن پیامدهای 9 حادثه لغزش ترمه، 20 حادثه سیل اشتراک کردند و همچنین با دعوت شهروندان آب پرشده و خطرزای 40 تاخانه ها را کشیده و منبع خطر را برطرف کردند.